حراج جواهری پارس یک شنبه ها از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر و سه شنبه ها از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر از شبکه جهانی تصویر ایران. 818 344 5050. صبح شما خیر بینندگان عزیز تلویزیون برنامه جواهری پارس. امیدوارم که حال شما بسیار خوب باشه و در بعضی جاها افترنون شما بخیر یا بعد از ظهر شما بخیر. برنامه‌ای که ملاحظه می‌کنید برنامه جواهری پارس است که هر هفته این برنامه رو ما در این تلویزیون، در تلویزیون تصویر ایران و همچنین در 2 تلویزیون دیگر برنامه داریم که این برنامه رو خدمت شما ارائه میدیم. اولین تلویزیون و پربیننده ترین تلویزیونی که ما الان داریم تلویزیون تصویر ایران هست که روزهای یک شنبه، منظورم پربیننده ترین یعنی که ما 4 ساعت در اینجا برنامه داریم و 4 ساعت بازپخش هر یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر این برنامه رو خدمت شما ارائه میدیم و همچنین روزهای سه شنبه از تلویزیون تصویر ایران از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم و بازپخش‌هایی هم داره که همون روز در حدود ساعت 4 صبح همون روز یا روز بعدش این برنامه رو مجدداً تکرار میکنیم برای دوستانی که در جاهای مختلف دنیا زندگی میکنن. و برنامه دیگری که ما داریم روزهای یک شنبه از تلویزیون خوب تماشا ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر، بله 4 تا 6 بعد از ظهر و همچنین بازپخشی داریم که ساعت فکر میکنم 2 بامداد روز بعدش. و تلویزیون بعدی ما تلویزیون امید ایران هست که روزهای شنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر این برنامه رو خدمت شما ارائه میدیم. خب خیلی ممنونم که خیلی از دوستانی ما هستن که همیشه برنامه ما رو دنبال میکنن و بعضی ها هم که هستن که برای اولین بار این تلویزیون رو روشن میکنن و برنامه ما رو میبینن. امیدوارم که مورد قبولتون قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از تمام دوستانی که از ما خرید میکنن، این برنامه رو استقبال میکنن و ما رو به اصطلاح روی ایر نگه میدارن. کمال تشکر دارم و امیدوارم که کارهایی که ما ارائه میدیم بهتر و بهتر روز به روز بشه. از انتقادات شما بسیار خرسند خواهیم بود. اگر نظری دارین راجع به پیشرفت برنامه با کمال خرسندی به حرف شما توجه خواهم کرد. خب بیشتر از این صحبت نکنم و وقت این برنامه رو نگیرم. میدونم که دوستان در انتظار دیدن اجناس خوب امروز ما هستن. اولین آیتمی که امروز برای شما تهیه دیدم یک انگشتر بسیار زیبای پرادات هست. پرادات یک سنگ سمای پرشس و رنگ سبز، رنگ به اصطلاح لایتی داره و میریم به تماشای این. به غیر از اینکه یک سنگی هست همچنین سنگ تولد بعضی از دوستان هست. تمام سنگ هایی که میبینید سنگ های تولد هست. خود برلیان هم سنگ تولد به اصطلاح اپریل هست. میریم به تماشای این انگشتر. خب بله، اولین آیتمی که امروز نشون میدم، تمام آیتم های ما با 2800 امروز شروع میشه و این آیتم دوم اولیه که نشون میدم ولی آیتم دوم اینجا شده. 2802 هست. انگشتر پرادات و برلیان 3.5 گرم وزن طلای سفید این انگشتر هست. رنگ بسیار شاد و سبز قشنگیه، یک سبز لیمویی مانند هست میتونم بگم و
3 قیراط و 20 وزن پراداد و یک قیمت بسیار خوب. از ما خواستن که یک مقدار اجناس قیمت پایینتر هم نشون بدیم. امروز چند تا اجناس قیمت پایینتر دارم. یکیش که ملاحظه میکنید همین $380 هست و انگشتر بسیار قشنگ و هر کسی میتونه دستش کنه، به خصوص متولدین آگوست یا اوت. درسته؟ شما هستین؟ تولد شماست؟ اوکی. واقعا بله، خیلی خیلی رنگ قشنگی. مرسی. خب میریم به تماشای آیتم دوم ما. بله، باید یه لحظه به ما فرصت بدین که آیتم نامبر رو بذاریم و قیمتش هم منعکس بکنیم و آماده میشیم برای ادامه برنامه. امروز روز بسیار خوبیه و انرژی به خصوص در جانم $380. انرژی مثبت بسیار خوبی در استودیو داریم و جانم بله، چند تا بریلیان داره رو هر قسمت و ما بریلیانش رو هم چارج نکردیم برای شما. خب بریم به دیدار آیتم بعدی امروز ما. یک تا آماده بشن لازم میدونم که از تمام دوستانی که در این استودیو به من کمک میکنن تشکر کنم و واقعا یک دوستی بسیار خوبی بین تمام کارکنان استودیو هست و امیدوارم همینطوری ادامه پیدا بکنیم. خب میریم به دیدن آیتم بعدی امروز ما. یک گردنبند، یک آویز بریلیان طلای سفید و بریلیان و یاقوت های صورتی رنگ بسیار بسیار زیبا. دیزاین بسیار متفاوتی است و یک حالت به اصطلاح سه‌بعدی یا 3 dimensional داره. بریلیان ها در قسمت بالا قرار گرفته و زیرش تماما پوشیده شده از یاقوت های صورتی رنگ. یاقوت در رنگ های مختلف میاد ولی بیشترینش یاقوت کبوده، بعد یاقوت های حتی سبز، قرمز و البته یاقوت قرمز که همون روبی میشه، بعد یاقوت های زرد داریم، رنگ های بسیار قشنگ. خب این گردنبند 5.5 گرم وزنشه و از طلای سفید ساخته شده. 1/2 قیراط، نیم قیراط فکر کنم بیشتر باید باشه بریلیان و 4 قیراط و 60 وزن یاقوت های صورتی است. $2500 قیمت ریتل و قیمت جواهری پارس فقط $990 برای این زیبایی. خب میریم به تماشای یک قلب بسیار زیبا. عرضم به حضور شما این قلب تماما پوشیده شده از بریلیان و یاقوت های کبود. این بار از طلای سفید 18 عیار ساخته شده. کار بسیار قشنگ و متفاوت و دوستدارانی که